عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز ایکس تی وی. امیدوارم که از تمامی قسمت‌های برنامه ما لذت کافی رو برده باشید. طبق قولی که به شما دادیم در عرصه موتورهای سنگین و موتورهای نمایشی برنامه‌ای رو برای شما ساختیم. امروز در خدمت رئیس هیئت موتورسواری شهر شیراز و یکی از پیشکسوت‌های موتورسواری شهر شیراز هستیم. میریم یک بخشی از موتورسواری این دوستان و هیئت موتورسواری شهر شیراز رو ببینیم و برگردیم. همراه ما باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز ایکس تی وی و علاقه‌مندان به ورزش موتورسواری. امروز در خدمت جناب آقای بهنام فرویی، دبیر هیئت موتورسواری شیراز هستیم. عرض سلام با بینندگان داشته باشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام عزیزان. با کسب اجازه از تمام دوستان موتورسوار و پیشکسوتان در خدمتتون هستم. اینجا ما الان تو پیست موتورسواری هستیم دیگه، درسته؟ راجع به اینجا یه توضیح بدید. خواهش می‌کنم. هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شیراز به صورت موقت قسمتی از استادیوم 50,000 نفری پارس رو تجهیز کرده برای حضور ورزشکاران علاقه‌مند به موتورسواری که فضایی رو داشته باشن جهت تمرین، انجام حرکات نمایشی و برگزاری دوره همیاشون. سطح موتورسوارایی که اینجا هستن نسبت به کشور چجوریه؟ این چجوری ارزیابیش میکنید؟ من میتونم به جرئت بگم که موتورسواران استان فارس و شیراز از بهترین موتورسوارا هستن. چرا در سطح بالا هستن. ما چندین سال قهرمان سال کشور رو داشتیم تو رشته 250 سی سی و 600 سی سی. رشته در بخش پیشکسوتانمون دوستانی هستند الان هم در جمع ما حضور دارن که مقامدار پیشکسوت کشور هستن در کلاس 1000 سی سی و 600 سی سی و میتونم بگم به جرئت شیراز حرف برای گفتن داره توی کشور. خب من یه جوون رعنا رو میبینم که با لباس کاملا ایمنی اینجا وایساده. یه زحمت بشید خودتون رو معرفی کنید برای بینندگان ایکس تی وی. به نام خدا سینا تنگستانی هستم. حدود 22 سال موتورسواری میکنم و قهرمان استانی و کشوری دارم در خدمتتون هستم. اصلا فکر کنم شما کاملا ایمنی هم رعایت میکنید، از پوششتون مشخصه. در رابطه با موتوراتون یه توضیح بدید. موتوراتون مال چه سالی هست و شرایطشون چجوریه؟ ببینید موتورهای ما به صورت گمرکی از گمرک وارد میشه و برای پیست هست، برای ورزشی هست، ولی الان چند سال هست که واردات موتور ممنوع هست و اجازه نمیدن وارد بشه. به خاطر همینم موتورهای ما دیگه قدیمی شده و از تکنولوژی روز رو برخوردار نیستیم که بتونیم استفاده کنیم توی پیستمون. اگه مسئولین کمک کنن بتونن راهی برای ما باز کنن، چون الان واردات موتور سنگین برای توی پیست ممنوع هست، راهی باز بشه بتونیم واردات رو انجام بدیم برای پیست، خب خیلی عالی میشه، چون الان موتورها قدیمی هست. به نام خدا مهدی غربی هستم. حدود 25 سال هست که در این رشته فعالیت دارم و جزو یکی از بنیانگذاران رشته موتورسواری در فارس و جزو قهرمانان کشور و برون مرزی هستم و 25 سال است که فعالیت دارم. امروز در خدمت رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهر شیراز هستیم، جناب آقای محمدی عزیز، و یکی از پیشکسوت‌های میتونم بگم اولین نفر موتورسوار شهر شیراز جناب آقای گرامی پور هستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه ایکس تی وی. در خدمت شما هستم. من عبدالرسول گرامی پور هستم، پیشکسوت موتورسواری. البته همکار محترم عرض کردن که نفر اول نه و نفر آخرم فکر نکنم باشه. به عنوان متولی هیئت موتورسواری شهرستان شیراز الان آیا امیدی هست که این قانون اصلاح بشه و موتورسوارا بتونن با خیال راحت و آسوده بتونن موتوراشون رو سوار بشن بدون اینکه حالا بهشون گیر بدن یا موتوراشون رو بخوابونن؟ یه توضیح بدید خب مردم بینندگان بیشتر بدونن. والا الان موتورسیکلتایی که الان تو هیئت هستن که عضو هیئت هستن موتورسوارا با مدرک کامل
به اصطلاح سند و گمرک، برگ گمرک هستن که میان عضوگیری میشه و داخل هیئت به کار میرن. اون موتورهای قاچاق الان زیاد هست، موتوری که بدون سند هستن، اینا رو ما نمیتونیم به هیچ عنوان تو هیئت به کارگیری بشه چون قاچاق هست و غیر قانونی. ولی ما مثلا تونستیم تلاش کنیم که مثلا یه سری شرکت هایی هستن که اینا موتورها رو سند میکنن، میتونن مراجعه کنن به این شرکت ها و سند بشه و عضو هیئت بشن و تو مراسم و برنامه‌های هیئت شرکت کنن. جناب آقای گرامی پور، شما به عنوان یک پیشکسوت عرصه موتورسواری که حالا از سنوات قبل موتورسوار بودید و این مشکلات نبوده و بعداً این اتفاقات افتاد، نظر شما چیه در مورد این؟ آقای محمدی لطف فرمودن جواب سوال شما رو دادم، ولی از نظر کلی ما نظر اون این هست که یه موتور سوار نمیتونه هزینه آنچنانی بکنه. میتونه یه موتور قاچاق، حالا نه قاچاق، یه نماینده از خود تربیت بدنی بره با یه نفر که وارد این کار هست، موتورها رو بخره، شماره گذاره بکنه، شماره فنیاش بدن داخلش، از مرز گمرک وارد بشه بدون هیچ هزینه. به این طریق ما میتونیم چند تا موتور سوار دورمون بیشتر جمع بکنیم. یک مسئله دیگه که خیلی در جامعه ما الان اتفاق افتاده و مردم با حالا میتونیم بگیم همه هست، من خودم دیدم، الان خانمایی رو ما میبینیم که سطح شهر موتورهای سنگین سوار میشن. من میبینم یه موقعی حتی بدون کاسکت اصلا خیلی راحت میان موتورهای سنگین، حالا توی شهر مشخصا مردم دیدن، ما هم دیدیم، شما هم دیدید. آیا اینام زیر نظر هیئتن؟ تو خیابون حق تردد ندارن. پس اینا با شما نیستن که نه. سطح شهر هستن و موتورهایی که مشاهده میکنید بدون پلاک، اینا هیچ گونه جزء هیئت نیستن. خب تکلیف اینایی که موتور آوردن، سند ندارن، هزینه‌های سنگین کردن در خرید این موتور، اینا واقعا تکلیفشون چیه؟ این جوونا عاشق موتورن، موتور دوست دارن. یعنی یک موتور رفتیم هزینه کردیم، برداشتیم آوردیم، الان میخوایم سوار شیم، اجازه بهمون نمیدن. متولی هم این وسط که شما هستید تو این امر، جوابی رو نمیتونید بهشون بدید قطعا، یا اگه جوابی دارید بگید که مردم بدونن. ولی ما توی این امر خب خیلی مشتاق هستیم بتونیم کمک کنیم به بچه‌هایی که موتوراشون سند نیست و ورزشکارایی که اصلا تو همینا هستن که خیلی الان در حال حاضر میتونن کمک به مجموعه هیئت موتورسواری شیراز بکنن. ما همینجا بهشون قول میدیم که بتونیم رایزنی کنیم به دستگاه نظارتی، اگر امکان باشه اینا رو ساماندهی کنیم و زیر نظر هیئت بیاریم تا بتونیم جلوگیری از تردد غیرقانونی در سطح شهر بکنیم. خب بینندگان عزیز ایکس تی وی، بریم یک بخشی از هنرنمایی موتورسوارای سنگین شیراز در پیست رو ببینیم و برگردیم، یک مصاحبه باشون داشته باشیم، میریم و برمیگردیم. همراه ما باشید. خب جناب محمدی، نظر شما چیه؟ این واقعا این اتفاقی که افتاده با موتورها رو میگیرن از کجا میاد؟ این پیشینش چیه؟ چرا هنوز موتورها رو میگیرن؟ چون آموزش‌های لازم داده نشده به مردم در خصوص صدای موتور و حتی روندن موتور سوار، همین باعث شده یه سری خطراتی برای مردم و شهروندان عزیزم به وجود بیاد. مثال خیلی عامیانه بهتون خدمتتون عرض کنم، چون این موتورها اگزوزهای خیلی قوی داره و صدای خیلی شدید داره و سرعت بالایی هست و ما هنوز شهرمون و خیابونا استاندارد نیست. همین باعث میشه اگر با سرعت زیاد رفت آمد کنن یا صداهای شدیدی که دارن انجام بشه، یه برای وحشتی برای خود شهروندا دارن. الان آینده ورزش موتورسواری در ایران شما چجوری میبینید؟ اگر بخوام کلی به صراحت عرض کنم، همینه که میبینیم، پیشرفت فیزیکی ما نداره، یعنی همینجوری میمونه. همینجوری میمونه. اگر اون قولایی که
جناب آقای محمدی میدن جناب آقای عملی محمدی بشه عملی بشه، انشاءالله. یه تغییر تحول عظیمی میفته بین موتورسوارا و اتومبیل سوارا. بینندگان عزیز، من همینجا قول گرفتم به جناب آقای محمدی جلو دوربین که برای بچهای موتور سوار، علل خصوص سنگین سوار، دارن کارهای مثبتی رو میکنن. ما بتونیم انشاءالله اولین استان و اولین شهر باشیم که موتورهای سنگین خیلی 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 با قانون بیان سطح شهر تردد کنن. خب بینندگان عزیز ایکس تی وی، تا ما یک پذیرایی از دوستان میکنیم، شما برید بخشی از هنرنمایی موتور سوارای شهر شیراز رو ببینیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید. صدای بی صدا مثل یک کوه بلند، مثل یک خواب کوتاه، یه مرد بود یه مرد. شما به عنوان پیشکسوت عرصه موتورسواری در شهر شیراز یه تعداد اسم ببرید. کیا بودن توی این عرصه؟ دوستانی که از قدیم بودن در عرصه موتورسواری، موتور سنگین. حالا اگر کلی بخوام خدمتتون عرض کنم، اولین نفر آقای محمد یزدانی بودن. بله. خدا رحمتشون کنه. جا داره که اینجا خدا بیامرزه. خدا بیامرزد. بعد آقای حمید صولتی بودن. بله. خدا بیامرزه. خدا بیامرزد. هاشم امری هم که واقعا خدا رحمتش کنه. اینا جزء پیشکسوت‌های موتورسواری. بسیار هم عالی. در آخر حاج آقا اگر صحبتی، حرفی در دلی مونده که من نپرسیدم و شما خواستید در موردش صحبت کنید، شما جناب آقای محمدی بفرمایید. فقط ما منتظر قولی که جناب آقای محمدی دادن ان شاء الله که حتما این مجوزا من مجوز خواهشم میکنم ازشون که مثل لیوان پر نگاه کنم. در پایان اگه صحبتی، حرف دارید با بینندگان، ما در خدمتتونیم. انشالله بتونیم که خدمتی صادقانه برای این جوونا داشته باشیم و تشکر میکنم از شبکه ایکس تی وی. سلامت باشید. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم که از برنامه امروز ما لذت کافی رو برده باشید. من در آخر تشکر کنم از بازار هنر شیراز، غرفه عکاکی جناب آقای علوی. همه شما را تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم.